سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو، سلام استاد انصاری عزیز، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خاطر معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من استاد انصاری عزیز، من فریبرز هستم. عرضم حضور حضرت عالی. من خیلی کم پیش میاد بتونم موفق شم تماس بگیرم با شما. البته جواب خیلی کامل شما به این خانم دادین، فقط من ایشون این خانم حالا یا اطلاعات کمی داره یا عوام هستن، یا حرفای بلغورهای همون آخوندهای رافضی رو مدام تکرار میکنه، یا حرفای بچگانه به درد قصه‌های 1001 شب میخوره. جناب انصاری عزیز، بعد عرضم بزرگ حضرت عالی، ببینید در رابطه با این قضیه که الان بر علیه شما دارن در ولایت، حالا آقای ابوالقاسم اینا نشستن، من یه گریزی زدم و نگاه کردم، خود دارن یه چیزایی میگن، ولی مطلب اینجاست. ببینید حالا مثلا قبل از که شما جوونا رو خواهید داد، ببینید حدود 2 ماه خورده پیش بود، 2 ماه پیش بود، من با شما زنگ زده بودم یه بار تو همین قضیه که این شریفی اومده بود یه کلیپی درست کرده بود در نداشیه بر علیه شما در رابطه با این که گفته ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده، درسته؟ بله. من 15 روز قبلش، میشه 2 ماه و نیم پیش، من رفتم همین کلیپی که خود شریفی درست که من اینو میگم، اینا با من شیعم، اینا بشنون دیگه از رو برن، اینقدر مغلطه نکنن. من 2 ماه و نیم پیش، یعنی قبل اینکه اصلا به شما زنگ بزنم، خب من تو سایت اینا زیاد میرم، تو نداشته رفته بودم، رندوم 2-3 تا از اینا رو نگاه کرده بودم، تصادفی همین قضیه دیدم، کلیپی که بر علیه شما درست کرده بود در رابطه با تضعیف ذهبی آورده بود. خب بله، عرضم حضورتون که من اون رو نگاه کردم، من ببین اطلاعاتی که نداشتم از قبل، اصلا با شما صحبت نکرده بودم، با کسی صحبت نکرده بودم، میخوام بگم چقدر دلایل اینا ضعیفه. خود همون کلیپیه که شریفی با دوستاش درست کرده بود، من 3 بار اونو، خدا شاهده 3 بار وقت گذاشتم اونو نگاه کردم، مدام عقب جلو کردم، های پس و پیش کردم، نگاه کردم، دیدم این آدم انگار عقلش از دست داده، این که بدتر به ضرر خودش، یعنی خودش به طور مستقیم و غیر مستقیم خودش زیر سوال میبرد، یعنی هیچ چیز به درد بخوری از توش در نیومد. از من خیلی نگاه کردم، اصلا در نیومد که ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده باشه، اصلا همچین چیزی در نیامد. خدا شاهد، من رو بررسی کردم. خب بنده به عنوان شیعه یا آدم منصف دارم این حرفو میزنم، من رفتم اون رو نگاه کردم، چی همچین چیزی توش در نمی اومد، هرچند که من دقت کردم دیدم این داره با یه بازیای دربیاری، یه جا رو حذف کرده، یه جا رو اشتباه ترجمه میکنه، اینا رو من متوجه شدم. باز گفتم خب حالا بذار من خوشبینانه‌تر نکنم، هر کار کردم مخلص کردم، سرتون درد نیارم. درست. این آدم هیچ چیزی رو نتونه ثابت کنه، فقط تونسته بود به اون قضیه زهلی و ابو زرعه و ابن ابی حاتم یه سری مطالب از اونا آورده بود، داشت با اونا بازی میکرد، مدام آگراندیسمان میکرد قضیه رو، ولی به هیچ عنوان چیزی از ذهبی که بیاد امام بخاری تضعیف کنه به هیچ عنوان نبود. این داشت خودشو دست و پا میزد آقای قزوینی رو توجیه کنه که سوتی داده بود بین بخاری قرن 3 و 5. خب من کاملا این متوجه شدم ازش. و در این نوع دروغایی که اینا به ائمه اهل سنت نسبت میدن برای بنده ثابت شده است. مثلا همین چند روز پیش بود من دیدم آقای یزدانی میگفت که امام ذهبی گفته است که امام زمان در سال فلان به دنیا آمده است، یعنی نظر شخصی خود امام ذهبی. خب در صورتی که عزیز من ایشون به اختیار اون ریفرنس نگاه کنی، ایشون داره از روافض نقل قول میکنه، یعنی میگه روافض، تازه میگه روافض نادان، اون کلمه نادانش هم هست ترجمه کردم. درست. اونها میگویند که همچین عقیده است، نه اینکه خود ذهبی بخواد همچین عقیده داشته باشه. اصلا ذهبی اگه بخواد همچین عقیده داشته باشه خب بابا میرفت رافضی میشد، مگه رو درواسی داشت با کسی؟ مگه کسی میترسید؟ خب این رافضی میشد خلاص. ببینید اینها از این تلبیسا میکنن، خیلی خنده داره. میگم اون اوایل سال پیش، 9 ماه پیش، اینا خب ما نمیدونستیم، مثلا تو مباحث مربوط به توسل، خب اینا می اومدن مثلا از سبکی سمهودی اینجا مثال میزدن، بازی میکردن. حالا نمیان روابط بین سبکی سمهودی حسنی با ابن تیمیه با هلی چه جریانی بوده در اون تاریخ خاص، چه روابطی بین اینها بوده، اینا رو تجزیه تفصیل نمیکنن که بعد اون توسلی که اونها بین هم دیگه جنگ داشتن هیچ ربطی به توسل هلی و قولات شیعه و رافضی اصلا نداره. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است.
میاد از صبحی و سمودی چیز سوء استفاده کنه، یعنی ما رو گذاشتن سر کار. ما هم خب گفتیم ما اونقدر نرفته بودیم کنکاش کنیم، درسته؟ ما باور کرده بودیم هر چی که گذشت ما دیدیم نه اینها خالیبندان بزرگی هستند. خب حالا یا رفتیم خودمون اینترنت دیدیم ترکیم، از شما یاد گرفتیم و بقیه دوستانتون، اینا خالیبندان بزرگی هستن عزیز من. این هم جواب من به عنوان شیعه دادم. اون کلیپ شریفی دیدم، حالا های بیاد نمیدونم اونجا از اون کارهای عجیب غریب چی الان داره برای شما انجام میدن، ما زنگ زدیم قطع نکرد، نمیدونم آقای انصاری صدای ما رو قطع وصل کرد، وقت ما رو کم و زیاد کرد، از این حرفای بیخود. کل اگه اون میتونست جواب بده در عرض 2-3 دقیقه میشد جواب داد. آقای انصاری شما به قول یکی از دوستان میگفت بردیش بغل رینگ، خب شریفی رو بردی بغل رینگ، چپ و راستش کردی، این ناکداون شد، به راند سوم نرسید، خود زمین. عزیز من هرچند ما تا 10 شمردیم شریفی از جاش بلند نشد، حالا داره دست و پا میزنه بزنه. یه مثالی هم از من آخر بگم وقت بقیه نگیرم. از یه مثال از ابولهب زدیم. بفرمایید. آیا انصاری ابولهب بهش گفته بودن چرا اسلام نمیاری؟ گفت که آیه اومده تبت یدا ابی لهب و تب. خب یعنی بریده با دست ابولهب و او در جایگاهش آتش خواهد بود. حالا اگه من اسلام بیارم، پیش بینی کرده من در آتشم، الان اسلام بیارم، خب بس چطور خود پیش بینی کرده بس حالا پیش بینیش اشتباه در میاد، بس من نمیارم. ببین همچین آدمی بود، خب دروغگو خالی بندی بود. خب حالا شما ببین اینا دیگه چی ان، چه دلیلی میخوان بیارن دیگه. این آخر مطلب رو خدمتتون بگم. آیا انصاری عزیزم کاری نداری عزیز من دیگه وقت شما بقیه نگیرم. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. اتفاقا در تایید صحبت‌های شما برادر بزرگوار، روز پنجشنبه بود دقیقاً دوستان کلیپشو به من دادن که من خدمتون پخش بکنم در اینجا، که آقای قزوینی بیننده زنگ زد به ایشون و در مورد مناظره صحبت کرد. آقای عزت الله از بوشهر بود فکر کنم، و گفت که بله این صحبت کردن و نماینده شما و خلاصه نتونستن جوابی بیارن و فلان. سبحان الله، این ابولهب اومد یک دروغ دیگه گفت. به جای اینکه بیاد دروغ‌های اولش رو جمع بکنه، بر دروغ‌های اولش یک دروغ دیگر هم اضافه کرد. حالا این کلیپ رو با هم ببینیم. در رابطه با قضیه بخاری هم برادر بزرگوارم، این رو همین پریشب بود آقای شریفی با یکی از این شبکه ها، همون آقای برای شما پارچه فروشی که پولهای پارچه فروشی آورده چیز کرده، یه مناظره‌ای داشتن اونجا. کلن این که آقای ذهبی بود آقای شریفی بخاری را ضعیف میداند، مفصل بحث کردن برادر بزرگوارم که آیا امام بخاری از دیدگاه آقای ذهبی آیا ضعیف هست یا ضعیف نیست. عزیز دل من اونجا مفصل بحث شده. انشاءالله اگر لازم بشه یک روزی بنده خودم هم اینجا مفصل نظر بزرگان را نسبت به جناب محمد ابن اسماعیل بخاری عرض خواهم کرد انشاءالله. حالا انشاءالله شاید جناب آقای ابوالقاسمی شب چهارشنبه در این زمینه یا شب سه‌شنبه است برنامه ایشون، دوشنبه شب در این رابطه مفصل صحبت میکنن. عزیز دل من ما به هیچ وجه ادعای اسمت نداریم جناب آقای عزت الله بزرگوار، این شعار ما هست. گفتیم اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، معصوم هم نیستیم. اگر یک دفعه محرز بشه یک کسی بیاد ثابت کنه این ادله‌ای که ما داریم از ذهبی، برای شما عرض کنم از بزرگان دیگر مبنی بر تضعیف جناب آقای بخاری، اونها را هم ما بیارن با دلیل ثابت بکنن برای ما چشم علی عینی و رأسی. ما میگیم ما اشتباه کردیم، از حرف خودمون برمیگردیم، ما که حرفی نداریم آقای عزت الله عزیز. بله، این طریق ایشون بود رو مناظره. میگه که در اونجا ثابت شده، نماینده ایشون ثابت کرده که ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده و ثقه ندانسته. یعنی من تعجب میکنم واقعا در طول عمرم با انسانهای مختلف از کشورهای مختلف
نشست و برخاست داشتم، بی حیاتر از این قزوینی من ندیدم. خدا شاهده. منو معاف کنید به خاطر این کلمه بی حیایی که میگم، بی حیاتر از این انسان ندیدم. میلیون ها نفر شاهد این گفتگو بودن که در طول 1 ساعت و 33 دقیقه یا بیشتر یک دلیل از ذهبی نیاوردن. رفته به دنبال ابو زرعه این گفته و ابو حاتم این گفته و ابو فلان این گفته و ابو. ما مشکلمون با ایشون این بود که دروغ بسته بود به ذهبی. ذهبی امام محمد ابن اسماعیل بخاری را ثقه نمیداند. این رو برای ما بیارید. اومد گفت که ابو زرعه گفتن که هر حدیث رو که ابو زرعه نداند این حدیث اصل و اساسی ندارد. همین حرف رو کلیپ هم کرده تو صفحش گذاشته اون آقای نماینده قزوینی. تو همون برنامه من گفتم یکی از روایت هایی رو که امام بخاری آورده و ابو زرعه این روایت رو رد کرده بیارید. نیاوردن. اینم رو تحدی و چالش ما اضافه میکنیم. یک روایت بیارید که از روایت های بخاری که ابو زرعه یا اینایی که مشکل داشتن با امام بخاری اصلا نفهمیدن اینا مشکل امام بخاری و بقیه چی بوده. اصلا قضیه لفظی به قرآن مخلوق یا قضیه قرآن مخلوق است یا افعال تالین، اگر متوجه شده باشین در همونجا افعال تالین یه میگه افعال آیندگان، یه میگه افعال خوانندگان، اصلا نمیدونست که این کلمه چه معنی میده. در شروع ترجمهش کرد قرآن مخلوق است. یعنی کلا خودشون هم موندن که چطور خودشون از این مخمسه خلاص بکنن. حالا این ادامه این کلیپ قزوینی رو با هم ببینیم. شما مراجعه کنید کتاب المغنی فی الضعفاء جلد 2 صفحه 268 شماره 5311. ببینید آیا ایشون در کتاب المغنی فی الضعفاء ایشون رو آورده یا نیاورده. جلد 2 جناب آقای سبکی در کتاب طبقات الشافعیة الکبری جلد 2 صفحه 12 ایشون آمده اعتراض کرده به ذهبی که چرا شما امام بخاری رو در ضعفا آوردید. میگه ایجوز لاحد ان یقول البخاری متروکون. و جناب آقای مناوی در کتاب فیض القدیر جلد اول صفحه 31 ایشون میاد عبارت ذهبی را نقل میکنه که ایشون رو در کتاب ضعفا و متروکین آورده و بعد شروع میکنه آقای مناوی میگه استغفر الله تعالی نسأل الله تعالی السلامه و نعوذ بالله من الخذلان. خب اینها رو آقای مناوی اعتراض به کیه؟ به آقای ذهبی که چرا ایشون رو در قسم ضعفا آورده، ایشون رو چنین کرده در کتاب از ضعفا و المتروکین آورده. میگه آقا غلب علیه الغز من اهل السنه. آقای ذهبی با اینکه یک عالمی بوده ولی اون بغض کینه‌ای نسبت به اهل سنت، گویا ذهبی جز اهل سنت نیست، بر او برایش مثلا غلبه کرده. فقال فی کتاب الضعفاء و المتروکین ما سلم من الکلام لاجل مسئله اللفظ ترکه لاجلها الرازیان. دوتا رازی ابو زرعه و اینها او را ترک کردند. شما بفرمایید آیا ترک یک راوی یا ترک یک حدیث دلیل بر ضعف هست یا دلیل بر ضعف نیست؟ بله، این بحث مفصلی است. فقط اینجا یک دروغ دیگه به لیست دروغای خودش قزوینی اضافه کرد که گفت که در کتاب المغنی فی الضعفاء این مطلب رو آورده. من جا داره در اینجا یک کمی در مورد روش تلبیس اینا صحبت بکنم. میرن از کتاب هایی که در اونجا مثلا ضعفا و المتروکین ذکر شده، مانند میزان الاعتدال، لسان المیزان، المجروحین ابن حبان، قبلا کلیپاشو دیدید، روایتی را از اونجا که در زیر یک راوی ضعیف اومدن یک روایتی را از اون برای نمونه آوردن، اون روایت رو میاره بهش استدلال میکنه. از این دروغا ما زیاد پخش کردیم. این یکی از روش‌های تدلیس و تلبیس قزوینی است. در اینجا هم اگر متوجه شده باشید نص رو نخوند، فقط گفت که
در المغنی فی الضعفا این مطلب رو در آنجا هم ذهبی آورده هست، همون لحنی که خودشون دارن. چرا نمیخونه نص رو؟ چرا اون مطلبی که اومده در اونجا نمیخونه؟ حالا من خدمت شما عزیزان نشون میدم. دوستان عزیز این تصویر رو نشون بدن. این کتاب المغنی فی الضعفا از امام الحافظ شمس الدین محمد ابن عثمان ذهبی. این صفحه 557. اینم روایتی که ایشون بهش استدلال میکنه. میگه که گفت که شخصیت شماره 5311. این 5311 در اینجا ببینید میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد طالب الحدیث علی رأس الخمسمية. این محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری همون سیبیلویی که قزوینی اشتباه گرفته بود. داستان همون داستان اولیه، فقط کتابا رو به اصطلاح یک مصدر جدید پیدا کرده آقای قزوینی، یا به قول معروف من نمیخوام اون اصطلاحات رو بگم. خب علی کل حال محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد طالب الحدیث علی رأس الخمسمية و کتب عن الموجودین. ایشون در رأس قرن پنجم به بغداد اومد و از کسایی که در اونجا موجود بودن نوشت. قال ابن الجوزی و غیره. ابن الجوزی و غیر از او گفتن کان کذابا. ایشون چی بوده؟ کذاب بوده، دروغگو بوده. فاما یعنی و اما، همون و امای خودمون در فارسی. فاما ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری مولا الجعفیین. اما میگه ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری که صاحب کتاب صحیح بخاری است، فحجه امام ولا عبرت بترک ابی زرع و ابی حاتم له من اجل لفظ. میگه فرق نمیکنه، اشکالی نداره، عیبی نداره که ابو زرع ایشون رو ترک کرده یا ابو حاتم ایشون رو ترک کرده به خاطر همون قضیه لفظ. لانه مجتهد، به خاطر اینکه محمد ابن اسماعیل بخاری مجتهد بود فی المسئله در اون مسئله لفظی بالقرآن. بل و مصیب، بلکه حرف محمد ابن اسماعیل بخاری صحیح بود، اجتهاد کرده بود در اون قضیه، اجتهادش درست بود. حالا به خاطر اینکه باب بسته بشه شاید بیان هیاهویی را بندازن، بله آقای قزوینی اینجا به خاطر این مطلب رو ذکر کرده که اینجا ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری رو به عنوان یک شخصیت ذکر کرده، شماره گذاری هم کرده، شخصیت شماره 5311. و چون این کتاب المغنی فی الضعفا هست، پس به این خاطر این به عنوان یک شخصیت جداگانه در این کتابی که در مورد ضعفا نوشته شده این مطلب رو آورده. سبحان الله، علمای اهل سنت و خاصتا محققینی که این کتاب ها رو نوشتن میدونستن که احمق‌هایی مثل قزوینی دچار این اشتباه میشن. به خاطر همین در کتاب خودشون مقدمه زدن. در این مقدمه آوردن ذکر کردن که سبب این شماره گذاری اینا چی بوده. قبل از اینکه رو شماره گذاری بریم که چرا به عنوان یک شخصیت شماره گذاری کرده، در همین صفحه یا در مقدمه کتاب در اینجا میگه که قال فی ترجمه الحافظ الثقه بندار محمد ابن بشار رقم، یعنی شماره 5327 میگه ذهبی در مورد امام حافظ ثقه‌ای که محمد ابن بشار اسمش بود، شمارش هم 5327 میگه وقت چرا اینو شماره گذاری کرده در حالی که محمد ابن بشار از استادان امام بخاری است و شخصیت ثقه‌ای است، اما چرا اینو ذکر کرده؟ قلت، میگه جوابش دادم که لم اذکر بندارا و امثاله فی کتابی للین فیه عندی. میگه این شخص رو، محمد ابن بشار رو، به خاطری که در این شخص در الدین باشد یا لین الحدیث باشد به خاطر این ذکر نکردم، ولکن لعل یتعقب علی فیهم فیقول قائل فیهم مقال. میگه اینو به خاطر این
ذکر نکردم که این محمد ابن بشار یا محمد ابن اسماعیل یا غیره اینها لین الحدیث بودن، لین الحدیث بودن یا اینا در نزد من متروک هستن، بلکه فردا کسی نیاد بگه که خب فلانی رو که در موردش حرف و حدیثی بود شما در کتاب ذکر نکردی. هر آنچه که در مورد این شخصیت ها ذکر شده بود در اینجا چیکار کرده؟ آورده. جالب است بدانید که محمد ابن اسماعیل بخاری رو حتی ذهبی به عنوان یک شخصیت در کتابش ذکر نکرده. فقط در نسخه جدیدی که چاپ شده محقق این رو گرفته چیکار کرده؟ در اینجا من خدمت شما بزرگواران اینجا در صفحه قاف دوستان نشون بدن شماره 6 در اینجا علت شماره گذاری رو اومده محقق کتاب که دکتر نورالدین عطر هست این رو ذکر کرده، گفته فصلنا التراجم التي يوردها المصنف رحمه الله للتمييز. میگه اون شخصیت هایی رو که مصنف یا امام ذهبی صاحب کتاب رحمت الله علیه به اصطلاح جدا کرده. تمییز یعنی جدا کردن. مثلا این آدم خوبی است، این آدم بدی است، من این دوتا را از هم جدا میکنم، برای میگن تمییز. به قوله و اما فلان فکذا، در اونجا آورده بود که محمد ابن اسماعیل و عبدالله بخاری تا آخرش که کان کذابن. فاما یا و اما میگه وقتی که با اما آورده من چیکار کردم؟ و جعلناها مستقل بنفسها، ترقیمش کردم، شماره گذاری کردم به شکل مستقل. و قد وقع لناشری کتب الرجال ایهام بل وهم ایضا بسبب ذلك. میگه برای بعضی از ناشرین کتب رجال در علم رجال این اشتباه یا این تصور رخ داده، بلکه دچار وهم شدن که این شخص یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری هم به عنوان یک شخصیت ضعیف در این کتاب ذکر شده، در حالی که قضیه اینطوری نیست. قضیه اینه که ذهبی اومده گفته و اما فلان، به خاطر اینکه این شخص رو تمییز بکنه، جدا بکنه از اون شخص کذاب و دروغگو، میگه من چیکار کردم؟ اینم به عنوان یک شخصیت مستقل شماره گذاری کردم. بعد این حرف کیه؟ حرف محقق کتاب هست. دوستان عزیز من الان همون قسمت رو نشون بدم که شما تطبیقش ببینید. میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد الی آخره کان کذابا فاما ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری فحج امام ولا عبرت به ترک ابی زرعه. تا حالا قزوینی و نماینده‌ش و همه داد میزدن که بله دلیل تضعیف ما اینه که ابو زرعه و ابی حاتم و حرفاشو ذهبی آورده. ذهبی اینجا داره رد میکنه حرف ابی زرعه رو، میگه که ولا عبرت به ترک ابی زرعه و ابی حاتم له من اجل لفظ. بازم به خاطر اینکه ما میخوایم هیچ گونه شبهه‌ای در نزد بینندگان و هیچ گونه وسیله‌ای برای این آخوندهای مکار و حیله‌گر نمانه برای اینکه شبهه جدیدی ایجاد بکنن، تماس گرفتیم با یکی از کتابخانه‌های مشهور اهل سنت که مخطوطات کتاب‌های معتبر در اونجا نگهداری میشه و من جا داره که تشکر بکنم از کتابخانه دانشگاه اسلامی در مدینه منوره که به مجرد تماس ما لطف کردند و نسخه خطی این کتاب رو المغنی فی الضعفا رو برای ما ارسال کردند که این کتاب مخطوط به شماره 4728 دوستان اگر نشون بدن، مکتبه الجامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره، شماره 4728 و 3582 در اینجا نگهداری میشه. المغنی فی الضعفا، نوع خطش خط مشرقی هست، مکان حفظ المخطوط الهند لکنو المکتبه الناصریه که این نسخه در اونجا نگهداری میشه. و این دوستان لطف کردن و این کتاب رو برای ما، اون قسمتی رو که ما نیاز داشتیم برای ما فرستادن. دوستان عزیز اگر لطف بکنن این رو نشون بدن. این صفحه مخطوط است،
همین مخطوطی که المغنی فی الضعفا که بهش اشاره کرده. تا در اینجا ما خدمت شما عزیزان نشون بدیم. اینجا میگه محمد، اینجا خوب دقت بفرمایید، محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد طالب الحديث على رأس 500 وكتب عن الموجودين قال ابن الجوزي وغيره كان كذابا فأما محمد ابن إسماعيل مولى الجعفيين فحج إمام ولا عبرة بترك أبي زرعة وأبي حاتم من أجل اللفظ. متوجه شدید؟ در اینجا هیچ گونه ترقیمی یا شماره گذاری و جدا شدن بین این دو شخص نیست. در اینجا محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری کذاب رو معرفی میکنه به خاطر اینکه احمق‌هایی در حوزه علمی قم و نجف اشتباه نگیرن. میاد میگه که و اما محمد ابن اسماعیل مولا الجعفیین فحج امام ولا عبرت به ترک ابی زرع و ابی حاتم لاجل مسئله اللفظ. این بود از نسخه مخطوط این کتاب. تشکر میکنم از دوستان و اینم تصویر صفحه اول این مخطوط است. شاید جالب باشه عزیزان بیننده این رو ببینن. نسخه اول این مخطوط است. اینم شناسنامش در دانشگاه اسلامی مدینه منوره و اینم صفحه پایانی مخطوط و اینم به اصطلاح جلد کتاب هست، کتاب المغنی فی الضعفا و بعد الثقات جمع الشیخ الامام العالم الحافظ شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن عثمان ابن الذهبی. این از این و همچنین من خدمتون صفحه مقدمش هم اگر بتونم نشون بدم. بله اینم مقدمه کتاب مخطوط هست. من همیشه بینندگان عزیز شاهد بودن که جوابهای ما به این آخوندا جوابهای کوبنده‌ای بوده که هیچ وقت اجازه ندادیم که بیان و راهی برای فرار براشون نگذاشتیم. اینم دروغ جدید قزوینی که در روز پنجشنبه گفتیم.